بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، انشاءالله موضوع امروزه ما درباره آزمایش الهی است بر بالای بنده. و حالا ببینیم که در یکی از سوره های قرآن کریم، در سوره فجر، الله مهربان از دو طایفه انسان خبر می دهد و آزمایشی که بالای آنها کرده. الله مهربان زیبا می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. صدق الله العظیم. الله مهربان در این آیت‌های مبارکه دو گروه انسان را، دو طایفه انسان را خبر می‌دهد. گروه اول اینند که پس نفرانی هستند که از طبیعت انسان است که خداوند آنها را در آزمایش قرار می دهد و برای آنها نعمت مال و نعمت فرزند و نعمت جاه و منصب را می دهد و ارجمندش می گرداند. و اون طایفه انسان می گویند که خداوند ما را گرامی داشته است و ما ارزنده اینیم. و این یک گروه از مردمان هستند که زیر آزمایش خداوند قرار دارند. و گروه دیگر اینند که میگویند خداوند ما را، رزق ما را تنگ کرده و این معنای آن را دارد که خداوند ما را خوار گردانیده است. و حالا ببینیم که الله مهربان چگونه زیبا این را بیان می سازد که هرگز چنین نیست. یک گروه انسان ها، نفرانی که ثروتمندند و به این ثروت خود یا مال دارند و منصب دارند، به این ثروت و مال خود می نازند و تا آنجایی که مغرور می گردند و دلیلشان این است که خداوند آنها را مال و فرزند و منصب داده، آنها ارجمندند و ارزش آن را دارند. و چی بسا این بیماری نفسی است که می باید هر یک مسلمان او را طبابت کرد و نباید که چنین فکر کرد، چنین پنداشت که هر نفری که منصب دارد سعادتمند است و هر نفری که مال ندارد فقیر است، صاحب منصب نیست، اون خاری است. این چنین نباید که من و شما پنداشت داشته باشیم، بلکه خداوند میگوید چنین نیست. یعنی هر نفری را آزمایش قرار دادیم. یک نفری را اگر ثروت دادیم در آزمایش خداوند است و یک نفری که اگر فقر به سوی آمد و نادار باشد، اون هم در آزمایش الهی قرار دارد. و دوستان گرامی، نباید که ثروتمند به مال خودش، منصبدار به منصب خودش مغرور گردد و از خداوند دور شود. و این چنین نباید که فقیر به خاطر ناداری خود از خداوند دور بگردد. و میبینیم چی بسا نفرانی که دست میزنند به کارهای فحش، وقتی که از سبب آنها پرسیده می شود، از سبب این عمل زشت، آنها فقر را، ناداری را دلیل خود می آورند، سبب می دانند. اما چنین نیست. خداوند می گوید که کلا، هرگز چنین نیست. الله مهربان هر دو طایفه انسان را زیر آزمایش قرار داده و باید که ثروتمند به مال خود شکر کند، از راه حلال به دست بیاورد و به فقیر و فقرا صدقه کند. و این چنین فقیر هم باید با شکر باشد، نزد الله طاعت و عبادت را زیاد کند. خداوند ذاتی هست که فقر اون را از اون دور میکند، چی در این دنیا و چی در آخرت سربلند خواهد شد.